زیبای زنان و دختران چکمپوش واقعا ما رو به عمق تاریخ میکشد و چنانه که مشاهده می شود شاید در گذشته دور مردمی صاحب جشن، مردمی که امروز واقعا نوروز با آنها ربط داده می شود، با خاطر مثلا تصویر زیبای طبیعت خود شاید در همون دوره ها گلدوزی میکردند، یعنی که نقش طبیعت رو در دامان خیش تصویر میکردند و امروز چنانه که مشاهده میگردد چون نوروز امروز اهمیت بین المللی کسب کرده است، در وطن اون یعنی که در تاجیکستان عزیز از نوروز خیلی خوش استقبال میکنند و از همه اساسش که مردم هنرهای بابایی و اجدادی رو از سر نو احیا کرده در شرایط کنونی آنها رو مثلا زنده گردانده و جهانی میسازند. در حقیقت راست است، نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین خلق تاجیک میباشد که با ما بیبی و بیبی کلانا ماماهایمان طرز تیار کردن خوراک‌های ملی از آن جمله آش بریده، تیار کردن کلچه، نان، همه چیزها را مامای و بیبی کلانای ما با ما یاد داده است. از آن جمله آش بریده، نان، سومنک، همین چیزها را با ما یاد دادند. بیبیامون در وقت آش بریده در پالوشون میشتیم یاد میدادن، اونها را حاضر ما یاد گرفتیم ادامه داده استیم. آش بریده ای بیبیم یاد گرفتگیم، یعنی بریدن آش بریده، تنوک بریدن، همه لب داشتن. نوروز جهانی شد، گل بر سر تاجیک باد. نوروز جهانی شد، هفشین شکر آمیز بر سین سحر آویز. هفشین قطارک باد، نوروز جهانی شد. نسل سازنده این دورانیم، قیمت همدلی را میدانیم. انجمن ساخته در عرصه ننگ، مثل امام علی رحمانه.
زمینро ҷомаи сабзи махмалин мепӯшонаду дашту саҳроро пур аз мурғони нағмасаро мегардонад. озодагист дар ҷон наврӯзи тоҷикистон, шодоби файзу эҳсон наврӯзи тоҷикистон, пироҳани муҳаббат пирояи саодат дар пайкари ҳар инсон наврӯзи тоҷикистон.
کشور سلام شبی نورافر سلام ماه اختر سلام قوم صاحفر سلام ماه اختر سلام قوم صاحفر سلام فصل نوروزی سلام بخت و فیروزی سلام ملکی عالی میخواهم بر تو خوشنودی سلام فصل نوروزی سلام فصل نوروزی سلام فصل نوروزی بانو پری آزاد صبح دیلی آباد صبح دیلی آباد احیای سمایی را درهای رهایی را احیای سمایی را درهای رهایی را بر روی شما بیشار بر روی شما بیشار از خسرو و از پرویز از شاپور و از فرهاد